سلام بچه ها، چطورین؟ به یه ویدیو جدید از ما خیلی خوش اومدین. من حدیثم. منم نگارم. امروز قراره یه چالش خیلی بامزه داشته باشیم. توی این جعبه من میخوام یه آیتم بذارم و حدیث ندونه اون آیتم چیه و باید تبلیغش کنم و برعکس من توی این جعبه یه چیزی میذارم و نگار قراره تبلیغش کنه. بریم ببینیم کی بهترین تبلیغ رو قراره انجام بده. بریم. خب حدیث، من اولین آیتم رو برات توی جعبه گذاشتم. تبلیغش کن. بله. همینجوری تبلیغ کنم؟ حالا همینجوری هم نه. من ازت چند تا سوال میپرسم، تو جواب اون سوالا رو بده، بعد تبلیغش کن. اوکی، بپرسم. خب اگه بخوای از این محصول در هفته چند بار استفاده کنی، به نظرت چند بار لازمت میشه؟ الان قرار تبلیغ بسیار مثبتی انجام بدم، درسته؟ دیگه تصمیم گیریش با خودته. حالا میتونه مثبت باشه، من هر روز هفته از این محصول استفاده میکنم. هر روز هفته هر روز اینقدر خفنه. خب اگه بخوای اینو به یکی کادو بدی، به نظرت کی بیشتر از همه بهش احتیاج داره؟ من. خب بچه‌ها عالی شد. من هر روز هفته قراره از این استفاده کنم و حدیث قراره بهم کادوش بده. حالا به نظرت اگه این محصول رو تو بچگی پیدا می‌کردی، چجوری ازش استفاده می‌کردی؟ تو بچگی شبا باهاش می‌خوابیدم. شبا باهاش می‌خوابیدی؟ خوب، جالبه. حالا اگه بخوای برای این محصول یه پولی بدی، چقدر حاضری بابتش خرج کنی؟ 100 میلیون. 100 میلیون به نظرت اوکیه؟ دم پایی نداشته باشین تو. حالا من نمیدونم، تو هم نمیدونی، ولی من میدونم. الکی بهت گفتم 100 میلیون حاضری بابتش پول بدی، شبا هم باهاش میخوابی، به منم کادو میدی، هر روزم ازش استفاده میکنی. حالا یه سوال نهایی ازت میپرسم، اگه اینو بگیری دستت ببری تو مترو، همینطوری دستت باشه باهاش بری تو مترو، مردم چه فکری در موردت میکنن؟ میگم وای این دختر چقدر با کلاسه که همچین چیزی داره. پس فکر می‌کنی تو یه چیز لاکچریه. آره دیگه. نباشم باید تبلیغ کنم. تبلیغ با کلاسه، لاکچریه. الان وقت داری یه تبلیغ نهایی برای این انجام بدی. تبلیغش کن. من از وقتی با این محصول آشنا شدم، زندگیم از این رو به این رو، از این رو به اون رو شده و تغییرش همه اطرافیانم متوجه شدن و هر کی منو می‌بینه میگه چقدر لاکچری تو، چقدر با کلاسی تو و به همه پیشنهاد میکنم اینو بخرن، چون که همین الان هم 70% تخفیف خورده. حاضری با این محصول رو بروشی الان؟ چه محصولی رو اینطوری با 100 میلیون و اینا خرج کردن تبلیغش رو انجام دادی؟ آره. بریم که ببینیم حدیث چی داشته تبلیغ میکرده. 1 2 3 دیری تو داشتی واجبیه با 100 میلیون تومان هزینه تبلیغ میکردی. زندگیم از این رو به اون رو شده خلاصه بچه‌ها. 100 میلیون هم بابت این پول میده. 100 میلیون از این رو به اون رو. اطرافیانم من میگن چقدر با کلاس شدی، قبلا پر پشم بود. خب نگار خانم، نوبت منه. از این محصول که استفاده کردی چقدر به استایل شخصیت کمک کرده؟ من فکر کنم با کاری که تو سری قبلی با تو کردم، تو قطعا میخوای از من یه انتقام خیلی سخت بگیری. دقیقاً. این محصول جوری که به استایل شخصی من کمک کرده، میتونم بگم که واقعا تاثیرگذار بوده تو استایل شخصی من و هر روز ازش تو استایل شخصی استفاده میکنم، جوری که اصلا رو سرم میذارمش. اینو میخوام تو خیابون برم یه جوری استفاده میکنم که همه ببینن، بدونن من چقدر لاکچری‌ام. چند تا ازش میخری؟ من اگه بخوام ازش بخرم یه جین میخرم، چون الان من اینو هر کی دستم ببینه میگه از کجا خریدی، از کجا خریدی. اصلا میخوام مغازه‌شو بزنم خودم تولید کننده خودم میشه دیگه. اگر من اینو استفاده کنم همه ازم میپرسن اینو از کجا خریدی، ما هم میخوایم. من یه عالمه ازش میخرم که داشته باشم. هر کی گفت اینو از کجا خریدی بهش بگم بیا اینم برای تو. قبل از استفاده ازش چه شکلی بودی مگه؟ ببین من همین شکلی بودم ولی وقتی اینو استفاده کردم انقدر لول منو بالا برد، همین فکر کردم من آدم لاکچری خفن سوپر مدل هم هستن. به خاطر همین فکر میکنم که خیلی تاثیرگذار بوده. رو پوست چه تأثیری داشته عزیزم؟ رو پوستم شما خودتون ببینید. من موقعی که دارم این محصول استفاده میکنم چقدر پوستم مثل آینه شده، میدرخشه. نگاه کنین شما، عالی، پرفکت. میتونی تصور کنی یه روز اینو نداشته باشی؟
ببین من تا قبل از اینکه از این استفاده کنم هیچ تصوری نداشتم زندگی میتونه چجوری باشه، ولی وقتی استفاده کردم دیدم بابا این اصلا زندگی منو زیر و رو کرده. اصلا انگار تا موقعی که اینو نداشتم زندگی نمی‌کردم. الان تازه معنای زندگی رو فهمیدم. تو رو خدا طوری نکن می‌ترسم که چی تو جعبه گذاشتی. خب آماده ببینی از نه 30 ثانیه تبلیغش 30 ثانیه تبلیغش کنم. بچه‌ها من این محصول رو به همه شما پیشنهاد میکنم، چه کسایی که سن کمی دارن چه کسایی که خیلی مسنن. به آقایونم پیشنهاد میدی؟ بله حتما، همونطوری که دیدین چه تاثیر خاصی روی پوست من گذاشته، توصیه میکنم همتون استفاده کنید تا پوستتون مثل من مثل آینه بشه و شفاف بشه، برق بزنه. الانم من به شما این محصول رو چون خودم آوردم، تولید کنندم، مثلا وارد کنندش همه چیش خودمه، با 50% تخفیف همتون ارائه میدم. حالا میتونین بیاین ازم خرید کنین. خب من کسب و کارم راه انداختم این وسط. آماده ای هستم ببینید کسب و کارتو. امیدوارم که یه شغل خیلی خوبی در انتظارم باشه. وای من به آقایون اصلا توصیه نمی‌کنم که اینو مصرف بکنن، ولی رو پوست جواب میده. امتحان کنین، رو پوستتون خیلی جواب میده. پوستتون رو مثل آینه میکنه. حالا بقیه کاربرداش بماند، ولی شما برای هر کاربردی که تو ذهنتون اومده میتونین استفاده کنین. که عزیزم به هیچ اشکالی خیلی کمک میکنه. قبل از این اصلا من یه حامله سالهای طولانی باردار بودم. یه حاملگی 10 ساله مداوم داشتی. از موقعی که اینو مصرف کردم دیگه حامله نیستم. خوب شد، همین که دیگه واقعا حامله نیستم. واقعا استفاده کنید، عالیه. تو این شرایط بد اقتصادی لازمه که همه استفاده کنن. آره واقعا. پس به همه توصیه میکنم. حالا آقایون نه، ولی خانوما استفاده 50% هم تخفیف خورده بچه. خودم وارد کردم، بیاین بخرید. ولی نگار جون این محصولی که وارد کردی عزیزم خلاف نظر دولته. من قاچاقی وارد کردم. اصلا نگران نباشین. حالا ممکنه بعداً منو بگیرن. اگه منو گرفتن شما بیاین حمایت کنید آقا، پول از همین هشتگ نگار آزاد کنید و رواج بدید. حالا امیدوارم فقط به آزاد کردن باشه، لازم نباشه برام هشتگ اعدام نکنید بزنن. حالا ترند کنید نگار. آره حمایت کنین. خلاصه خیلی زیاد این کاری که من کردم اصلا بخشش نداره. خب حدیث، آیتم بعدی رو من برات توی جعبه گذاشتم. بله. الان سوال اول ازت میپرسم تا ببینیم که چی میخوای بهش جواب بدی. بفرمایید. به نظرت اگه بخوای این محصول رو برای بدنت استفاده کنی، به درد کدوم قسمت بدنت میخوره؟ سورپرایز شدم. به درد موهام میخوره. از وقتی استفاده میکنم ریزش موهام خیلی قطع شده. ریزش موهاش قطع شد. اگه بخوای با این محصول توی خونه تنها باشی، به نظرت ازش چه استفاده میکنی؟ تو خونه که تنها باشم برای موهام خوب بود دیگه، درسته؟ آره. باهاش میرم همون. باهاش همون میری؟ آره میرم استفاده میکنم تو همون. معمولا اگه بخوای این محصول رو بخری چه رنگیشو میخری؟ سبز. به نظرت اگه این وسیله تو زندگیت نبود چه اتفاقی برات میافتاد؟ کچل میشدم دیگه. ایشالله که برا موه. ایشالله که برا موه. ایشالله. امیدوارم که اینو برای موهات استفاده کنی. تغییراتی که تو خودت بعد استفاده ازش دیدی چیه؟ خیلی شاینی تر شدم، خیلی جدا از موهام، خیلی جوان‌تر شدم. اصلا پوست صورتم لیفت شده. این معجزه کرده برام. معجزه بوده اصلا. وای خدای من. زندگیم به قبل از استفاده از این محصول و بعد از استفاده از این محصول تقسیم میشه و خیلی خلاصه محصول خفنیه. همه محصولاتی که داری تبلیغ می‌کنی چقدر توی قبل و بعد زندگی آره دیگه. یه بیفور افتری براتون بذارم قبل از استفاده از این. بیفور افترش آخر ویدیو براتون میذاریم. حالا حاضری باش رو بروشی؟ نه 30 ثانیه تبلیغش نکردم. آها راست میگی، 30 ثانیه تبلیغش کن. دوستان عزیزم، آیا از کچلی خود رنج میبرید؟ دیگر نگران نباشید. با استفاده از این محصول هم پوست صورتتون لیفت میشه، هم دیگه کچل نیستید و هم یک جوانسازی عمقی براتون انجام میشه. نگاش کن. چسب زخم که الان من اینو میزنم روی موهات
تا قشنگ ریزش آره دیگه موهاتو وقتی کم موهات کنه. میریزه اون موهایی که ریخته رو با چسب زخم میچسبونی به کف سرت. ببین من اصلا تبلیغ اصولی انجام دادم. ببین واقعا من برات خوشحالم. آره دیگه ببین موها رو دونه دونه جمع میکنی با چسب زخم میچسبونی کف سرت. جوانسازی هم اگه دیدی چروک شدی چسبو میکشی بالا دیگه چروک ببین نیستی. تو که انقدر بلدی این استفاده کنی اینو باز کن بزنیم کف سرت. بله چرا که نه باز نشوه. نه خیلی پنسول خوبه. خوبیه خیلی خوب باز میشه. راحت با دندون میتونید بازش کنید. آره بابا اصلا لمش همینه که با دندون باز کنی. تازه چه طرحهای کیوتی هم داره. به استایل شخصی من خیلی کمک میکنه این محصول. وقتی بزنم میگم وای چقدر گوگلیه. دیگه وقتی باز کردم میگی بده من. دیگه کار سختشو تو انجام داده بودی دیگه. اگه تونستی از اینجا به بعدشو باز کن. دیگه این نمیتونی که. کار خودمه، محصول خودمه، بده من. یه دقیقه اجازه بده. خب خواستم تاثیر محصول رو کامل ببینید. باورم نمیشه. باورت چه؟ اونجایی که چسب داره بذار. این موهاشه. اینم میچسبونیم از اونجایی که کندیم. خیلی هم به استایل شخصیش کمک کرد. ببینید عالی. واو خیلی شیک شدی عزیزم. لیفتم بکن. نکن اینجا میذاره چروک واسه افتاده. یک دیگه هم برات باز کنم. دندون بده خود کار خودم. نمیشه خود. حیف نبود اینا. اب نداره دیگه. من برات هزینه میکنم عزیزم. ببینین چطوری میشه از این محصول برای لیفت صورت استفاده کرد. خیلی لیفت شقیقه استفاده کنی. آره. دیگه نیاز به عمل و این چیزا نداری. دوران نقاهت هم نداره. همینو بزن برو. راحت. شقیقش هم لیفت شد. خیلی هم لاکچری. خرگوش هم داره روش. شما هم میتونید برای تهیه این محصول دایرکت پیام بدید. خب نگار اگه تو شب عروسی تو شب خواستگاری ببخشید معذرت میخوام داماد همراهش باشه بهش جواب بله میدی؟ 100% شب خواستگاری قطعا داماد با خودش یه چیز بدی نمیاره که یه چیز خوب میاره که بخواد منو تحت تاثیر قرار بده. به خاطر همین قطعا یه چیزی توی این جعبه است که داماد با خودش آورده که 100% جواب بله رو بگیره. بله جواب بله رو که میگیره. حالا ببینم چیه ولی قطعا دیگه. آره دیگه یعنی چیز بد که با خودش نمیاره. اگه یه غذا باشه حاضری هر روز بخوریش؟ داماد با خودش تو خواستگاری غذا میاره. غذا که نمیاره شاید یه شیرینی شکلاتی بیاره. منم عاشق شیرینی نه شکلات. خوشمزه است. خب پس به نظرم چون با خودش تو خواستگاری آورده بعد یه چیز خوشمزه‌ایه 100% من چیزای خوشمزه رو هر روز میخورم. چرا نخورم؟ از گیت امنیتی که بخوای رد بشی بهت گیر نمیدن. اوکیه. من فکر کنم اگه خوردنی باشه تو گیت امنیتی بهم گیر بدن. مثلا بگن باید حتما میذاشتی تو چمدونت. شاید. خب تو چمدون گیت امنیتی دیگه. تو چمدونم اگه باشه بهم گیر نمیدن ولی اگه دستم باشه بهم گیر میدن. راست میگی. نه واقعا راست میگی. خب اگه زامبیا بهت حمله کنن میتونی برای مبارزه باهاشون ازش استفاده کنی؟ ببین من تا الان چیزی که تصورمه اینه که این توی خوراکیه. پس اگه خوراکیه قاعدتا من اگه یه شیرینی بکوبم تو سر یه زامبی نمیمیره. من باید یه پتک بکوبم. پس نه زامبیا باش نمیمیرن. به نظرم میمیرن. بله آره دیگه دنیا ولی به نظر من نمیمیرن. به نظرم سوالاتم کافی بود. 30 ثانیه وقت داری عزیزم این محصول رو تبلیغ کنی و بهت نشون بدم. باشه. انقدر ترسوندی منو سر این قضیه آخر که میگی بزنم تو سر زامبی میمیره. یه ذره ترسیدم ولی ایرادی نداره. بفرمایید. میفرمایم صبر کن.
اگر به دنبال جواب بله در شب خواستگاری خود هستید که 100% عروس به شما جواب مثبت بده و برید سر سفره عقد، حتما این محصول رو با خودتون ببرید تا خود عروس، بابای عروس، مامان عروس رو تحت تاثیر قرار بدید و جواب بله رو همون شب ازشون بگیرید. 100% تضمینی، با ضمانت، با گارانتی. بیاین برای شب عروسیتون اینو سفارش بدید. آماده ای عزیزم. شب عروسی رو خوب اومدم خدایی. حالا من نمیدونم این بادمجون کدوم دامادی شب عروسیش میتونه ببره، ولی خب شاید برای تامین غذای شب عروسی به کار بره. میتونین شب عروسی شما بادمجون بله. حالا افرادی که تو خواستگاری هستن بخورن. و اینکه خواستید از گیت هم رد بشید بذارید تو چمدونتون، اب نداره اگه گیر دادت بگید من گفتم. حاضری هر روز بخوریش؟ بادمجون دیگه، حالا درسته دوست ندارم ولی چون تبلیغشو کردم من هر روز بادمجون میخورم. اصلا عشق زندگیمه، عاشقتم عزیزم. من هر روز بادمجون میخورم. به شما هم توصیه میکنم هر روز بخورید. کلی خواص داره، پتاسیم داره، نه اون موز بود داره. آره موزه، ولی بادمجون هم دست کمی نداره. بخورید، خاصیت داره، ویتامین داره، برای سلامتی خوبه، اصلا برای پوست و موتون هم خوبه، برای همه چیتون خوبه. هر روز بادمجون بخورید، تاثیرش رو تو زندگیتون میبینید. یه محصول خیلی خاص تقدیم به شما. منو توش بذارید که من خورد و خمیرم، همین الان میرم. تمام میتونی چشاتو وا کنی. خب آیتمی که تو باید تبلیغ کنی رو من برات توی جعبه گذاشتم. بله. حالا ازت میپرسم که اگه بخوای برای این محصول یه سلبریتی رو انتخاب کنی که بخواد این محصول رو تبلیغ کنه، کیو انتخاب میکنی؟ آنجلینا جولی. خیلی خوبه، چون که تاثیر بسیار زیادی رو چهره آنجلینا جولی داشته این محصول. و اگه عکس‌های جوونی آنجلینا جولی رو ببینید که از این محصول استفاده نمی‌کرده، واقعا یه چیز فاجعه‌ای بوده. ولی بعد از این بویی یه بویی باقیش اینجا میاد. امیدوارم که به جامعه فن آنجلینا جولی بر نخوره، ولی اگه عکسای بیفور آنجلینا جولی رو ببینید متوجه میشید که خیلی فاجعه بوده. این محصول خیلی تو زیبایی آنجلینا جولی تاثیرگذار بوده. بله درست. به نظرت اگه این محصول اصلا تو دنیا موهای خوبی نمیاد نگاه خانم، سعی کن نفس نکشی. پهن آوردی عزیزم. به نظر سعی کن از دماغ نفس نکشی. حالا فکر کن اگه این محصول توی دنیا وجود نداشت چه اتفاقی میتونست بیفته؟ خب این خیلی سوال اتفاقا به جاییه. به این خاطر که نصف سلبریتی هایی که توی جهان میبینید معروف شدن به خاطر این محصول بوده. خب اگه این محصول نبود همشون یه آدمای عادی بودن. خب ولی این محصول خیلی تاثیر بسزایی داشته در زیبایی و پهن که نیست نه؟ من نمیدونم. تاثیرگذاری خلاصه هالیوود بوده. به نظرت سلبریتی ها و حالا آنجلینا جولی به خصوص از این محصول دقیقاً برای کدوم قسمت بدنش استفاده کرده؟ برای شفافیت پوستشون استفاده کردن، برای اینکه لاغر باشن و برای اینکه تغذیه خوبی داشته باشن. پس به نظرت این یه مواد غذاییه. اگه این یه مواد غذاییه و تو یه همچین تفکری داری، به نظرت چند بار در هفته باید این محصول رو مصرف کنی تا اون تاثیر رو روی بدن خودت ببینی؟ به نظرم لازمه که یه دوز 3 باره در هفته استفاده بشه. حداقل 3 بار باید استفاده، بیشتر هم استفاده بشه موردی نداره، ولی 3 بار مثلا حداقل روزایی که باید استفاده بشه. 3 بار در هفته استفادهش میخوای بکنی. و سوال آخر، خوب بهش فکر کن دیگه، هر چی تو ذهنت بوده رو جمع‌بندی کن که تبلیغ نهایی تو داشته باشی. تو اگه بخوای این محصول رو به یه سری افراد پیشنهاد بدی،
به افرادی که بین چند سال تا چند سالن پیشنهادشون میدی؟ به نظرم رده سنی این 50 تا 85 ساله. الان آنجلینا جولی 50 سالشه؟ بله. همین امسال استفاده کرده الان که تو دوره 50 نه سالگی. 5 تا 85 ببخشید. 5 تا یعنی از بچگی تا الی آخر. آره. تا موقع مرگتون از این محصول استفاده بعد کنید. انقدرم که این محصول خوبه، یعنی حتی با ذائقه بچه‌ها و مسن سالان، سنداران، کهن سالان هم اوکیه. انقدر که این محصول بوی خوبی داره، بوش عالیه. یه سوال دیگه هم میدونم گفتم آخریه، ولی به نظرم یه سوال دیگه بپرسم. حالا تو گفتی 3 بار در هفته، ولی حاضری هر روز اینو بخوری؟ بخورم؟ خودت گفتی مواد غذاییه. به نظرت اگه مواد غذایی برای تغذیه افراد تاثیر داره، حاضری هر روز بخوریش؟ اگه دماغمو بگیرم بله. چون بوی خیلی مطبوعی داره تو هر آره. پخش میشه. دماغمو که بگیرم اوکیه. خب 20 ثانیه تبلیغ برو. خب اگر میخواهید مدل بشید، اندام بسیار خوبی داشته باشید، برای لاغری عالیه و برای پوستم عالیه، این محصول میتونید استفاده کنید. هیچ رده سنی هم نداره. از 5 سالگی میتونید بخورید تا 85 سالگی. عالیه. این فرصت رو از دست ندید و این محصول رو حتما همین الان به شماره پیامکی که این زیر نوشته میشه ارسال کنید. براتون رایگان در خونتون ارسال میشه. ببینیم که تو چه محصولی رو داشتی رایگان برای ارسالش تبلیغ میکردی و نه ارسالش فقط رایگان. آره دیگه، این محصول ارسال. که قیمتیه. قیمت محصول خیلی باله و تو حاضری که این رو هر روز بخوری. حالا ولی توصیت 3 بار در هفته. دماغتو بگیری میشه. آره. ببینیم که محصولت چیه. حاضری ببینی؟ بله. بفرمایید. اصلا میدونی این چیه؟ اولش فکر کردم استخونه ولی دیدم پنجه داره. پنجه نیست، سومه با پشم. به نظرم اون واجبی که توی سری اول برات گذاشتم میتونی روی این محصول اشانتیون بدی و یه مکمل خوبی برای این محصولت باشه. به نظرم که چون تو دوست عزیزی بخورش. برای من هستی، من میخوام این نخواهم. محصول رو تو کادو بدم. من کادو نمیخوام، برای خودت نیاز باشه. نیست اگه کادو نمیخوای بدی. آنجلینا جولی بشی، هر روز بخورش. ولی اگه میخوای آنجلینا جولی بشی و مفاصل قوی داشته باشی و لاغر بشی عزیزم، من با هیکلم اوکیم. تو بخور که هر روز مصرف کردی دماغت هم بگیر. ولی سم داره. پشمم داره. خیلی چندشه. بخورش. بپزش. میپزم بخورش. قطعا میدونی که توی این جعبه حتما محصول ارزنده‌ای هست که شما باید تبلیغ کنید. توی مهمونی‌های رسمی هم ازش استفاده میکنید. اصلا من بخوام برم یه مهمونی رسمی، اینو قطعا دستم میگیرم میبرم که همه ببینن من چقدر فانتاستیکم، خارق‌العاده واقعا. اگه یه سفر بخوای بری لازمت میشه. ببین نه دیگه، اینو من برای موقعیت‌های خاصم گذاشتم. مثل همون یه دونه موقعیت مهمونی رسمیه که گفتم با خودتون ببرید، خیلی خوبه. سفر با خودتون نبرید. شما اینو با خودتون میبرید سفر، دم دستش میکنین، خرابش میکنین. بذارید برای همون موقعیت‌های دیگه خاص. بابا. والا چه کاریه. یه خاطره باحال با این محصول بگو. من یه دفعه این محصول رو توی مهمونی خیلی خاص بردم، از اینا که هر کسی دعوت نبوده، یعنی هر کیو میخواستن دعوت اگه بدونی کنن، کیه. خب برو. هر کیو میخواستن دعوت کنن با این کارت دعوتای خیلی خوشگل دعوت میکردن. حتما هم موقع ورود باید کارت دعوتتو با خودت میبردی تا راد بدن. منم این محصول رو با خودم برده بودم ولی کارت دعوتمو نبرده بودم. دیگه من گفتم بابا من کارت دعوتمو یادم رفته بیارم، ولی من دعوت دیگه این محصولی که نشون دادن فهمیدن بیشتر ترسیدن. آدم خاص و بیشتر فوق‌العاده‌ایم. ترسیدن این محصولی که نشون دادی. حالا امیدوارم که که شما همچین محصولی رو داشتی. فقط به خاص بودن من پی برده باشن که اصلا هر کسی این محصول رو نداره. شما اینو دست هر کسی نمیبینید. دیگه اینو که نشون دادن منو بدون کارت دعوت راه دادن. واقعا حقم دارن. آره دیگه، از کجا میدونستن که من شما اصالتا که دیدن فهمیدن. شما اصالتا که لور نیستید نه؟ نه. حالا آخه جالبه چون این محصول رو که نشون میدی به اون قشر مربوط میشه. لورا گوشت زیاد میخورن.
خب عزیزم 20 ثانیه وقت داری که این محصول رو تبلیغ کنی و بهتون نشون بدم که چیه. شما با این محصول به عنوان یک آدم خیلی خاص شناخته میشین در مهمونی‌های لاکچری. دقیقاً. برای اینکه امضای خاص بودن خودتون رو به همه نشون بدین یه دونه از این محصول همراه خودتون داشته باشین، دستتون بگیرین، اصلا مثل علامت حاکم همه بهتون احترام میذارن. همه بهتون احترام میذارن، شک نکنید. کسی چیز نمیکنه احترام نذاره. همه قطعا احترام میذارن، با احترام خیلی زیاد باهاتون برخورد میکنن، سر تعظیم بهتون فرود میارن. این محصول رو با خودتون داشته باشید، هر جای خاصی که قراره برید، به خصوص هر جایی نبریدش. حیفه واقعا. این محصول رو تو مراسم‌های خاصتون استفاده کنید و اون موقع میبینین چه احترامی همه قراره بهتون بذارن. اون موقع میایین من تشکر میکنید. احترام به زور. آره. نفرمایید. اوه و تقدیم به همه لورای عزیز کشورمون. حالا باز لورای به جای آجر استفاده میکنن ولی سنگم کارتون رو راه میندازه. لورای عزیز تشریف بیارید دایرکت. حالا دایرکت که نداریم ولی تو کامنت ها آره چون آجر تو جیب جا نمیشه. آره باید دستتون بگیرید توی مهمونی ها، قشنگ دستتون بگیرید. اگه کارت ورود نداشتید قشنگ اینو اینطوری نشون بدید، خود نگهبان راتون میده. فقط کافیه اینو یه ذره تو دستتون اینطوری بیارید بالا. بیارید بالا تمومه. آره دقیقاً از این قسمت که شما بیارید خودشون حساب کار دستشون میاد که چجوری با سلام و صلوات و احترام شما راهی مجلس کنن. به نظرم حالا اگر لور هم نیستید اینو استفاده کنید، به کارتون میاد. یعنی میتونید رده لورا رو در بیارید. آره جاهایی که گیر میکنید اینو یه ذره اینطوری میارید بالا، همون علامت حاکم بزرگی که بهتون گفتم به عنوان همون ازش استفاده میکنید و نتیجهشو خودتون میبینید. نگار جون ما تو این ویدیو متوجه شدیم که چقدر تبلیغ کننده های خوبی هست. ما واقعا توانایی خیلی خاصی داریم. وقتشه که اسپانسر برنامه‌های یوتیوب ما بشید. آیا ایمان نمیآورید؟ حتی اگه محصولتون رو حتی نبینیم و ما اون رو یه جوری به شما پیشنهاد میدیم که شما حاضر باشید 2 برابر قیمتش هزینه کنید. دیگه چی میخواید؟ واقعا ما اول راهیم و نیاز به حمایت های شما داریم، پس لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره و انرژی خودتون رو برامون بفرستید. دیگه تا یه ویدیو دیگه بای بای. و من باید تبلیغش کنم و همینطور قرار حدیث این کار رو روی من هم انجام بده.